سلام چطورین؟ به جلسه 4 خیلی خوش اومدید. من فرزانه مهاجری هستم، دکترای فیزیک هسته‌ای و قرار هست توی این جلسه به صورت کاملا عملیاتی مسائلی که جلسه 3 بهتون گفتم در مورد نصب و راه اندازی و پوشه بندی و مدیریت فایل ها کاملا عملیاتی بررسی بکنیم. خب ما جلسه قبل توضیح دادیم که شما فایل نصبی رو بعد از اینکه دانلود کردید معمولا به صورت فایل فشرده و زیپ شده هست، اون رو اکسترکت میکنید توی یکی از درایو هایی که ترجیحاً خلوت‌تر هست. اینجا همینطور که دارید توی تصویر میبینید من هم MCMP 6.1 رو و هم MCMP-X هم رو اکسترکت کردم. بعد از اینکه اکسترکت کردیم توی یک درایو خلوت، حالا بریم دونه دونه مسائلی که دفعه پیش گفتم رو با هم بررسی کنیم و انجام بدیم. همینطور که میبینید یه سری پوشه وجود داره. اینا فایل های کتابخونه هستند که من بهتون گفتم از کجا دانلود بکنید. یه سری فایل ها مخصوص خروجی هایی که گرفتیم. بعضی از این فایل ها رو هم من خودم ایجاد کردم. حالا اینجا دوباره با هم بررسی میکنیم. اینا دوباره کتابخونه ها هستن و فایل های بچ فایل هم هستن در مورد ران که حالا دوباره با هم میسازیم. الان زیرمون هست فایل دیرکشن ها، فایل سطح مقطع ها. اینها میشه گفت محتویات پوشه MCMP شما هستن. اینجا هم دوباره یه سری اپ گذاشته شده که ممکن هست به کار بیاد. خب اوکی، ما اینطور گفتیم که وقتی یه فایل اکسترکت کردیم و انداختیم توی پوشه، اولین کاری که میکنیم این هست که بریم فایل اکسترکشن رو پیدا بکنیم. خب الان من اینجا فایل اکسترکشن رو پیدا میکنم، میزنم کلیک راست میکنم، میزنم روی ادیتینگ نوتپد. خب الان میبینم که این دیتا پس من درست هست یا نه. حالا من قبلا این تنظیمات رو اینجا انجام دادم ولی ما فقط با این خط کار داریم. مسیر دیتا پسی که اینجا نوشته شده باید یکسان باشه با مسیری که اینجا هست. یعنی شما میاید اینو کپی میکنید، اوکی، و پیست میکنید اینجا و بعد سیو میکنید. با بقیه قسمت ها کاری نداریم. حالا با توجه به مسئله‌تون من یه فایل گذاشتم داخل کانال تلگرام MCMP for everybody که بقیه قسمت ها اکستیر رو اگر نیاز داشتیم این قسمت ها رو چطور تغییر بدیم با توجه به نیازمون، سطح مقطع ها و انرژی ها اینها رو. خب الان واردش نمیشم. الان فقط من تازه دانلود کردم، اکسترکت کردم و اومدم مسیر دیتا پسم رو وارد بکنم تا بتونم ران بگیرم. پس این از این. بعد از این که این کار انجام دادم فایل رو میبندم. کار بعدی که باید انجام بدیم، حالا من اینجا چندین تا ران دارم. اوکی، حالا بریم یکی دیگه با هم بسازیم. اینا بچ فایل های ما هستن. دوباره جلسه قبل من توضیح دادم که بچ فایل یک فایل متنی هست که با فرمت .bat سیوش کردیم و خب به جای کامند ویندوز برای ما کار میکنه. میتونیم دستوراتی توش بنویسیم. پس من میام اینجا یه فایل متنی باز میکنم. خب یک فایل متنی باز میکنم اینجا.
داخلش قرار هست اول اسم نسخه MCMP که قرار هست ازش ران بگیریم باشه. اوکی، حالا من میخوام از MCMP X استفاده بکنم. فاصله I مساویه اسم فایل اینپوتم رو می نویسم، مثلا تست 1 دات txt یا inp. خب هر کدوم باشد اوکی. دوباره فاصله او مساویه او اسم فایل خروجیمون رو نشون میده که من میخوام فایل ورودی و خروجیم اسمشون یکی باشه که بفهمم مربوط به همدیگه هستن. تست 1 دات دوباره txt یا out. و آخر سر میام یه خط پایین تر و یه پاز می نویسم که پنجره رو برای من نگه داره. خب این رو سیو می کنم. و حتما در انتهای اسم دات بت رو می نویسم و سیو. خب میام پوشم رو نگاه کنم، اینجا ایجاد شده، اینم که دیگه لازم نیست. اوکی، پس من الان یک بچ فایلی ساختم که باهاش میتونم فایل هامو اجرا بکنم. پس این هم نحوه ساخت بچ فایل. حالا چطور ورودی بسازیم؟ دقیقاً شبیه همین کاری که الان کردیم. دوباره میام یه فایل متنی باز میکنم، تست 1 اسمشو بذارم. این فایل یک فایل متنی هست که حالا من توی نوتپد یا تکست پد بازش میکنم. میشه یک ورودی. با توجه به بلوک بندی هایی که بهتون گفتم آخر جلسه قبل و قوانینی که وجود داره شروع میکنید به نوشتن فایل ورودی. مثلا ما اگر یادمون باشه هر فایل ورودی باید 4 تا اینتر داشته باشه. یه اینتر داریم، دوباره یه سری قرار ورودی داشته باشیم که اینجا شماره سلول های ما هست. یه اینتر داریم و شروع میکنیم به نوشتن سطح ها. دوباره یه اینتر داریم و شروع میکنیم به نوشتن کارت داده. خب اینها رو می نویسیم. که اینا رو قراره من تو جلسه‌های بعدی بهتون بگم و دوباره یه اینتر میزنیم و اینجا برنامه تموم میشه. پس من ورودی MCMP اینطور هست که 1 2 3 4 تا اینتر شاملش میشه، 3 تا بلوک هست و من مشخصات سیستمم رو مسئله‌ام رو اینجا قراره کد زنی کنم. خب پس ما یاد گرفتیم چطور از لحاظ تکنیکی یه فایل ورودی هم بسازیم. حالا بریم و پوش بندی ورودی و خروجی رو هم بهتون در عمل توضیح بدم که چطور انجام میدیم. خب یه پوشه باز میکنیم، اینجا یه فولدر میسازیم به نام، حالا نام میتونه دل بخواهی باشه ها،
پیشنهاد من هست اینپوت و یک پوشه هم به نام اوتپوت. خب و من این کار رو قبلا انجام دادم، یه پوشه ساختم اینپوت و اوتپوت. توی پوشه اینپوت هم میام و تمام ورودی هام رو قرار میدم و پوشه اوتپوت هم فعلا خالی هست که قرار هست من اجرا بگیرم و فایل های خروجی که خود کد برام میسازه رو اینجا قرار بده. میبینید که فایل پوشه کار MCMP یه پوشه خیلی شلوغی هست و واقعا زندگی کردن توش مشکله. حالا من اگر لیست کنم یکم راحت‌تر و کاملتر میبینید. خیلی در همه، حالا باز میشه سورت کرد ولی چیزی کم نمیکنه. میتونیم این کتابخونه ها رو بذاریم داخل یه پوشه دیگه، ولی خب آدرس XDMون رو نسبت به این کتابخونه ها باید بدیم. اوکی اگر این کارو کردید. خب داشتیم میگفتیم که میخوام با استفاده از پوشه بندی حالا اجرا بگیرم. پس من الان 4 تا فایل دارم. این ورودی های واقعی هستن، یعنی اصلا مربوط به پایان نامه من هست. حالا اون فایل تستی که من براتون با نقطه گذاری مشخص کردم بلوک ها رو میتونیم اینجا ببینیم. یه اینتر اینجا داریم و اسم برنامه رو نوشتیم، گفتیم خط اول مربوط به توضیحات برنامه، نویسنده برنامه هست. بعد میتونیم کامنت گذاری بکنیم با استفاده از C و از اینجا دیگه شروع شده توضیحات هندسم، قسمت سل کارت که همینطور اومده تا سلول های من ادامه پیدا کردند تا اینجا. اگر ببینید اینجا تموم شده، یه اینتر گرفته و از اینجا به بعد بلوک دوم شروع شده، بلوک کارت های سطح و حالا اینجا دوباره با توجه به اون کدبندی و قوانینی که وجود داره سطح ها تعریف شده. دوباره میایم پایین، اینا همه سطح ها هستن. اینجا آخرین لاین بعد از تموم شدن تعریف سطح ها دوباره اینتر میخوره، وارد بلوک سوم میشیم، کارت های داده و خب چشمه رو می نویسیم، مود رو می نویسیم، ترانسفورمیشن ها رو حتی می نویسیم و متریال و تالی ها و کارت های فیزیک و آخر سرم NPS و تاریخچمون و 4مین اینتر هم این آخر خورده و نشون دهنده این هستش که برنامه تموم شده. پس این یک ورودی واقعی MCMP هست. برنامه فانتوم انسان هست، مربوط میشه به مسائل دوزیمتری که حالا قرار بوده من یک سری محاسبات انجام بدم. پس این میشه نمونه یک فایل ورودی کامل و واقعی از MCMP که اجرا میشه، یعنی تمام خطاهاش رو اینها گرفته شده. خب حالا من اینجا 4 تا ورودی دارم، هر کدوم مربوط به یکی از اعضای بدن هست. میخوام باهاش به شما این قضیه پوشه بندی و ران کردن سری و موازی و اینها رو نشونتون بدم. خب الان پس من داخل پوشه اینپوتم ورودی گذاشتم، میخوام برم رانش بکنم. میام اسم ورودیم رو کپی میکنم. حالا اگر کوتاه هست میتونید تایپ بکنید، برای اینکه اشتباه نشه، اشتباه املایی پیش نیاد، بهتره که کپی کنیم. میام رانم رو باز میکنم
رانم اگر دوبار روش کلیک بکنید اجرا میشه. باید کلیک راست بکنید و با نوتپد بازش بکنید بخواید ادیتش کنید. خب بعد اینجا حالا بخوام از MCMPX 26 استفاده کنم، اوکی، میام و اسم ورودیم رو پیست میکنم. اگر دوباره میگم جلسه قبل رو دیده باشید، من این دستورات رو اونجا براتون کامل نوشتم. وقتی ما میخوایم ورودی رو از یک پوشه ای فراخوانی بکنیم که بخونه و توی این قسمت اصلی نیست، دستوری که می نویسیم همچین دستوری هست: آی مساوی اسم پوشه، یعنی اگر اینجا شما اسم پوشتون اینپوت نبود یه چیز دیگه بود، اسم اون رو می نویسید. یه بک‌اسلش میزنم، اسم فایل ورودی با فرمت تکست و دوباره اسم پوشه خروجی که میخوام توش قرار بگیره، با چه اسمی قرار بگیره، با فرمت اوت یا تکست. خب و این پاز آخر برای اینکه پنجره برای ما نگه داشته باشه. الان من اگر بخوام همین اینپوتم رو اجرا بکنم، چون NPSش خیلی خیلی بالاست و 1 میلیارده، چندین روز طول میکشه. خب پس برای اینکه ما اینجا ببینیم، من میام کمش میکنم، میذارمش روی 1000 تا و این خط بالا به من نشون میده که چند هزار تا. بعد از اینکه چند هزار تا ترابرد انجام شد بیام و توی خروجی چاپ بکنم نتایج رو که خب ما گذاشته بودم 1 میلیون، الان من کلا 10⁻³ دارم. خب بهش بگم 100 تا بیا و چاپ کن. سیو میکنم. اینجا رانم هم سیو. ببینید که پوشه اوتم خالیه. خب حالا میام روی ران دابل کلیک میکنم. خب همینجا با یک خطا مواجه شدیم. دوباره ببینید جزء همون خطاهایی هست که تو جلسه قبل بهتون گفتم ممکن هست ببینیم که چی میگه این اسم فایلی که گفتی این تو این مسیر وجود نداره. خب میریم بررسی کنیم ببینیم چرا وجود نداره. اول رانو باز میکنم که ببینم اشتباه تایپی انجام شده یا نه، که خب میبینم نه. بعد حالا با توجه به تجربه‌ای که دارم حدس میزنم که اگر اسم درسته پس احتمالاً تعداد کاراکترهایی که این ورژن میگیره کمتر هست از اون تعداد کاراکتر اسمی که من گذاشتم. به خاطر همین میام و اسمم رو کوتاه میکنم. حالا من اسولیو ها رو پاک کردم همینطور که دارید میبینید و دوباره امتحان میکنم. دوباره میام اسم جدید و همین قسمت ران و ادیت می نویسم و امتحان میکنم و میبینید که این دفعه اجرا میشه، با اینکه فایل من وجود داشت و حتی از لحاظ املایی هم درست بود، ولی خب اجرا نشد چون تعداد کاراکترها بیش از حد مجاز بود. الان ما دیگه اجرا رو گرفتیم و همه چیز درست. پس من چه کار کردم که بتونم اون خطا رو برطرف کنم؟ آمدم اسم ورودیم رو کوتاه‌تر کردم. حالا دیگه با خروجی کار نداشتم. برم ببینم توی خروجی برای من آیا فایل خروجی ایجاد کرده یا نه. خب میرم خروجی رو نگاه کنم.
با نوتپد بازش میکنم. فایل خروجی MCMP یا همچین چیزی هست. دوباره یک فایل متنی هست. اول ورژن که ازش استفاده شده رو می نویسه، ساعت و تاریخ رو می نویسه. اوکی. این البته لانچ شدن خود کد 2008 MCMP X26. اسم ورودی رو می نویسه، اسم خروجی رو می نویسه و میایم پایین. اول کل ورودی رو براتون اینجا میاره که شماره بندی کرده، خطا رو به هر خط شماره اختصاص داده. بعد از اینکه تموم میشه شروع میکنه به جدول‌های خروجی. خب که هر کدوم از این جدول‌ها، مثلا الان این تیبل شماره 60 هست، تیبل شماره 41 هست، هر کدوم از این شماره جدول‌ها چه چیزی رو نشون میده توی قسمت تالی‌ها گرفتن خروجی توضیحاتش رو خواهم گفت. خب حالا فعلا با اونا کار ندارم، میام آخر فایل. NPS هم 1000 بود. خب که 1000 تاش انجام شده، ولی خب خیلی کم بود دیگه. میدونید زیر 1 ثانیه انجام شده. و حالا خروجی ها برای من چاپ کرده. از این آخر اگه یه مقدار بیام بالا، خب این شماره سلول هایی که اینجا میبینید تالی های من هست که قرار بوده روی اینها محاسبات انجام بده، ولی خب انقدر من NPS هم کم گذاشتم که مثلا با این 1000 تا ترابط هیچ مقداری در هیچ کدوم پیدا نکرده و صفره. و حالا مثلا برای یکی از سلول ها که پیدا کرده این عدد تالی من هست، خب که انرژیه. این عددی که کنارش می نویسه خطای محاسبات این عدد هست، با 15% خطا داره به من میده، یعنی اصلا قابل استناد نیست. حالا دیدید که من خودم برای اینکه بتونم جواب قابل قبول بگیرم برای همین کد 1 میلیارد NPS در نظر گرفته بودم. خب حالا خواستیم الان زودتر تموم بشه و ران کردن رو در واقع ببینیم. فعلا با بقیه قسمت ها با جزئیاتش کاری نداره. خب پس این هم یه خروجی که گرفتیم داخل پوشه. خب حالا میخوایم بریم ران سری و موازی انجام بدیم. اجرای سری چطور هست؟ الان من اینجا یک خط نوشتم، میخوام 2 تا از اون اینپوتام بعد از اینکه این تموم شد خودش شروع کنه دومی رو اجرا بکنه. خب من دوباره یه دونه عین همین رو کپی میکنم، یه خط اینتر میزنم، مینویسم اینجا. ولی خب دیگه که نمیخوام این باشه، اسم ورودی جدیدم رو که میخوام بعد از این بذارم. حالا من دیگه اسم اینم کوتاه میکنم که این مشکل پیش نیاد. بعد ببینید بچه من اینو قبلا با 2.7 گرفته بودم، خب که مشکلی براش پیش نیامده بود بابت اسم. به خاطر همین میگیم ورژن به ورژن تعداد کاراکترها افزایش پیدا میکنه. الان که دارم امتحانی با 2.6 میگیرم، دیدید که خطا داد. حالا من یکم هم MPS اینو بالاتر بردم که یه چیزایی رو هم ببینیم. خب حالا بلدرم دوباره خب اینم سیو میکنم، از اینجا اینا رو ببندم و بیام اینجا
ورودیم رو اسمش رو کپی کنم، اینجا پیست کنم. حالا من میخوام این کارم بکنم که شما تفاوتش رو ببینید. اینجا بگم همینم باز با فرمت txt به من بده. خب ببینید که فرقی نمیکنه. خب رانم رو سیو میکنم. پس الان به این کار که کردیم میگن اجرای سری. یعنی من بعد از اینکه یک فایلم اجرا شد میخوام که بعدی هم پشت سرش اجرا بشه. دیگه منتظر من نباشه که بیام اسمو عوض بکنم، دیگه همین اول بهش میدم. خب من اینم هم ببندم و بیام دوباره روی رانم دابل کلیک میکنم و این شروع میکنه به اجرا کردن. دیدید اولی تموم شد. اینجا وقتی MC run is done مینویسه یعنی اجرا تموم شده. اینجا اجرای اول تموم شد و شروع کرد. نه ورژن 2.6 میگم تو 2.7 اینطوری نبود. خب اینجا تموم شد و شروع کرد دومی رو ران کردن و تمام. خب دوباره میام اینجا این آوتپوتم رو باز میکنم. اینو ببینیم. من اول یه دونه از این آدرناله گرفتم دیگه، درسته. دومی رو اگه یادتون باشه همون اسمو نوشتم، ولی خودش میاد به ترتیب حروف الفبا از آخر تغییر میده، جلوتر میره، ولی خب کرو هم نیفتن. خب پس من الان اجرای اولم که برای 1000 تا بود، بعد کردم بعد 10,000 تا. خب بازش میکنم آدرنال، دوباره میام آخر. ببینید تایمی که ازم گرفته انقدر. MPS حالا کردم 10,000. بریم ببینیم. ببینید حالا با همین مقدار کم بعضی از این تالیای من مقدار گرفتن، ولی خب با چقدر خطا؟ با 99.99% خطا. خب این خطاها باید بیاد به زیر 5% تا معنی داشته باشه. خب حالا کاری نداریم، بحث الانمون نیست. لدر رو اگر یادتون باشه من گفتم فرمتش txt باشه، اینها inp بود. حالا شکل هایی که بهم میده، ولی خب من چون نهایتا همشو با تکست نوتپد باز میکنم یه چیزیه دیگه. خب اینم برنامه دومم. اینم مقدار زمانی که طول کشیده تا اجرا بکنه و این تعداد ذره. دوباره میام تالیامو نگاه کنم، خیلی هاش 0، 11%، 99%. 0 نه اینکه این مقدار 0 ها، یعنی انقدر NPS من تاریخچه من کم بوده که اصلا هنوز ذره به اینجا ها اصلا نرسیده. خب پس اینم از این. من سری رو یاد گرفتم. حالا یک شبه موازی هم بهتون گفته بودم اگر یادتون باشه. موازی با NPI جریانش فرق میکنه، یه سری دستور رو باید اجرا کنی. من دوباره اینو یک کم بیشتر میکنم که میخوام اجرای حالا شبه موازی میشه گفت بهش بگیرم، فرصت بشه که ببینیم، چون الان کمتر از چند ثانیه طول میکشه. خب حالا میخوام اجرای موازی انجام بدم. خیلی هم گفتم بهتون که روال نیست. 2 تا ران دارم. حالا من اینجا الان چند تا دارم چون قبلا انجام دادم. حالا بیایم توی این ران و این رانی که خودمون درست کردیم. خب امروز درست کردیم. الان اینم باز میکنم. این قبلی هم که بازه. اینجوریه که من
عجله دارم یکم، نمیتونم صبر کنم این تموم شه بعد اون یکی شروع شه. خب میخوام جفتشم سریع همزمان با هم انجام بشه. پس من حالا اینو کات میکنم، میارم میذارمش اینجا، سیو. خب اینو میزنم، اینم میزنم، یعنی روی جفتش دابل کلیک میکنم. اینو من ببندم، اجازه نمیده. خب الان من 2 تا پنجره دارم که دارن ران میکنن. الان میبینید دیگه. چرا اینجوری همزمان نمیاین؟ آها. خب حالا 50,000 تا باز رفت. پس 2 تا پنجره دارم که هر کدوم یکیشو ران کرد و تقریبا همزمان تموم شد. دیگه اینطوری نبود که وایسم یکی تموم شه بعد اون یکی رو بذارم. پس این هم میشه گفت اجرای شبه موازی. اجرای موازی که از MPI استفاده میکنیم، هسته های سخت افزارمون رو موازی میکنیم و تمام قابلیت هسته ها رو میاریم بالا. اونو در طی جلسات بهتون میگم. من میخوام اینو بزنم 10,000 تا. اینم بزنم 10,000 تا. حالا همین کار که انجام میدم، میخوام وسط قطع بکنم یکیش رو و برم از دستور کانتینیو ران تپ این استفاده کنم. خب اینا رو که ببندیم، برنامه‌ام تموم شده. خروجی به هم داده، ببینید دوباره RSSTU خودش اسمهای جدید میذاره اگر شما قبلی ها رو پاک نکنید. همین الان ببینید از اینجا ران تپ TFPG اینا همین الان ایجاد شده و یه سری فایل های دیگه. خب یه سری فایل ها ایجاد میشه و هر سری که من ران میگیرم اوت ایجاد میشه. گفتم که بهتره فایل های اضافیمون رو پاک بکنیم. خب برای پاک کردن گفتیم چی کار میکنیم؟ میایم دوباره یه فایل متنی میسازیم مثل همین رانی که ساختیم، اسمش رو بذاریم کلیر که من اینجا قبلا انجام دادم. خب بازش کنم و این دستور دیلیت رو اینجا بنویسم. اگر اینجا علامت سوال گذاشتم به خاطر این هست که خودش حرفای آخر رو به ترتیب الفبا عوض میکنه. میخوام شامل همش بشه، نه که فقط مثلا MD تا A رو پاک بکنه، BCD تا آخر هرچی هست رو پاک بکنه. خب یا هر فایلی که با اولش اوه مثلا یعنی اوت دیگه، یا انواع ران تپه های. حالا اینجا 2 تا علامت سوال گذاشتم چون ممکن انقدر زیاد باشه که حروف الفبا توی این اولی تموم شه، بیاد دومی ها رو هم تغییر بده، اوت ها و اینها. خب اینو که درست کردم، یعنی این متن رو کپی میکنید توی اسلایدا بود دیگه، یا تایپ میکنید با فرمت دات بت مثل بچ فایلی که الان ساختیم ذخیره میکنید. و الان میخوام ازتون دقت بکنید به این ران تپه ها یا سری فایل ها. احساس کردید که اینجا داره شلوغ میشه، میاید و 2 بار روی این کلیک میکنید، دستور دیلیت اجرا میشه و تمام فایل های اضافی که اونجا اسمشون نوشتید پاک میشه. پس حالا با هم 1 2 3 تمام، همه اضافی ها پاک میشه دیگه. نمیخواد دونه دونه دنبالش بگردیم و اشتباهی بدون از این مهم ها رو پاک بکنیم، از این کتابخونه ها رو پاک بکنیم. تقریبا رسیدیم به آخرین چیزی که میخوام اینجا با هم چک بکنیم. برای این هستش که دوباره من خیلی مفصل توضیح دادم که این احتمال وجود داره که برق قطع بشه، یهو شما دستتون بخوره پنجره کامند بسته بشه و برنامه نصفه بمونه. تو برنامه‌های طولانی
چند صد میلیون، چند میلیارد. البته توی ورژن X بیشتر از 2 میلیارد ما نمیتونستیم MPS داشته باشیم. چی کار میکردیم؟ یک فایل متنی ساده میسازیم، حالا به نام INP. خب داخلش چی مینویسم؟ فقط 2 خط، یه کانتینیو، یه دونم تعداد NPSی که قرار هست تا آخر اجرا بشه، یعنی NPS کلم. الان من میخوام این کار انجام بدم. NPS کلم 10⁻6. خب پس اینجا همین اوکیه. حالا اگه بیشتر بود بیشتر. پس یه دستوری داریم به نام کانتینیو و خط بعدی MPS کل ورودیم رو اینجا می نویسم. اینو سیو می کنیم. توی قسمت ران می نویسیم آر مساوی ران تپه. حالا نه حتما ران تپه، اون چیزی که مربوط به شما هست. خب حالا من اول بیام اینو اجرا بکنم، قطع بشه و برم ادامه کاراشو بدم. خب اینو اجرا میکنم. روی مقدار رفت، دستم خورد قطع شد یا برقم رفت. خب داشت انجام میداد. الان برای من چی ایجاد شده؟ یه دونه ران تپه قطعا ایجاد شده. خب یه فایل بزرگم هست، توی همین چند ثانیه ببینید 52 مگابایت فقط یه فایل متنیه. خب حالا میخوام بیام دستور کانتینیو بنویسم. گفتم یه INP ایجاد میکنم متنی، کانتینیو کن تا همون 100,000 تا. حالا وسط قطع شد. میرم آوتپوتم رو نگاه میکنم، این آخریه دیگه. ببینم مثلا تا چند هزار تا رفته. ببینید آخرین NPSی که اینجا تونسته چاپ بکنه 19,000 تا بوده. خب پس الان ما ازش میخوایم از 19,000 ادامه بده تا 100,000. خب میام اینجا رانم رو ادیت میکنم با این دستور آر مساوی ران تپه. حالا دیگه اگه اسم این تغییر کرده باشه و شما چند تا داشته باشید باید اسم مخصوص به خودش رو بذارید. اینم بگم که اگه زیاد بود از کجا بفهمید کدوم بر کدومه؟ توی این آوتپوت رو که باز میکنید اینجا اسم اون ران تپه که مربوط هست بهشون رو مینویسه. الان ببینید این ران تپه اون قبلی ها قطعا نیستن چون من هنوز پاک نکرده بودم. ببینید اون خروجی قبلی اگه میخواستیم اونو ادامه بدیم باید این اسم رو مینوشتیم ران TPK. خب پس اینم نکته این که بدونید کدوم ران تپه مربوط به این ورودی شما هست که میخواید. خب اینم هست بچه. آی مساوی inp.txt و آر مساوی ران تپه c inp که حالا اینم دوباره میتونید بذارید داخل پوشه. خب بریم اینو امتحان کنیم. خب برنامه قطع شد. میخوایم ادامه بدیم.
برنامه تموم شد. آوتپوت رو نگاه میکنم. حالا این اولیه، این ادامه است. همینطور که میبینید از ادامه اون تعداد NPSی که باقی مونده، خط اول همین هست. از همونجا شروع کرده به ادامه اجرا. حالا بیایم پایین و انتهای فایل رو ببینیم. در اینجا هم میبینیم که تا 100,000 کامل رفته توی اون تایم مشخص و اون رانت پی هم که بهش داده بودیم از همون فایل استفاده شده. پس اینها کاملا ادامه هم هستن و حتی یک ذره هم از دست نرفته. خب بریم ورژن 6 رو ببینیم با هم. همه این کارها توی ورژن 6 که حالا من بهتون میدم یا خودتون دانلود میکنید شدنی. همه چی مثل همه. تنها تفاوتی که هست وقتی دارم ران میکنم از این باید استفاده بکنم. MCNP 6. همه دستورات کانتینیو، پوش سازی، اجرای سری و موازی کاملا یکسانه، فقط با این تغییر. خب الان بریم دوباره من این برنامه رو ران بکنم برای شما. ببینید اولش متفاوته. الان دوباره من NPS هم خیلی زیاده، خاطر این طول میکشه تا جلو بره، ولی میبینید که از لحاظ گرافیکی این اول فرق کرده و میبینیم که دوباره حتما ورژن 6 و درسته و اینها، و دوباره میبینیم که ورژن MCNP 6 1 هست، 2 و 3 نیست. این الان داره اجرا میکنه دیگه. اوکی دیگه کافیه. میبندم و نمیخوامش. اینجا رانتپ ساخته، حالا میتونم با همون دستور ادامه بدم. خب بچه فقط این X دیتا ها رو بنده خودم دانلود کردم. خب پس این هم از مسائل مربوط به MCNP 6 تا همینجا به نظرم کافی هست و تمام سرفصل‌ها که قرار بود بهتون توی این جلسه بگم پوشش داده شد. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه بودید. خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید. اگر هنوز عضو کانال نشدید ازتون میخوام که کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ممنونم از همراهی شما. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.